سلام دوستان، چطورید؟ شات‌های خفن رو آوردم. داش امیر بچه ببینید چه شات‌های من فقط میزنم. دمتون گرم. حتما لایک کنین، کامنت بذارید، سابسکرایب کنین، قنیله بقیه. خب بچه اینجا فقط یکم لگم. خب ببخشید حالا من دیوایسم بده به خاطر همون یکم لگم. خب نگاه الان اینجا لگم. خب الان میاد اینجا میخواد منو بزنه یارو، خیلی لگ بدی میگیرم. حالا ببینید نیست اینجا، میبینم نیست، خودم نیست بچه. آخراش شاتای میزنم، شاتای فضایی یا فضایی، خیلی شاتای خوب میزنم. هیپ فایر اینا بعد من خیلی بد زد، اصلا نفهمیدم چی شد. نگاه کنید من همینجور رد شد یه هیچ زد، بعد اومدیم یه میمونه میستد خوریده سر تیر من خرابه نریده و اومدیم اسپانش کنیم که کردیم، یعنی اسپان کردیم آقا، اسپانشو گرفت. فکرتون جای بد نره. و اینجا بازم اوه عجب هیپی، عجب هیپ فایری. هیپ فایره باید توی تیمه ثبت بشه. و اینجا هم بعد من میخورم بنازم جیجی. با داغ شلیمون داریم بازی میکنیم. فقط بچه های شات رو یه دقیقه نگاه کنید. ای نبود الان میرم بالا، شات رو نگاه کن، شات فضایی بمیگم بچه ها. ببخشید یکم صدام گرفته، مریضم. و اینجا اومد بودا بینم، بودا چه شاتی میزنه داغ شمیر. اسپانشو گرفتم ولی نبود، یعنی نشد بگیرم. خب سه شاتای میزنه فضایی داغ شمیر. بودا بینم ببین برای اسپان این برای ببینیم نیستش، چزبک من در اومد. بودا بینم بچه تازه جلوتر نتم ضعیف میشه، یعنی من AFK میشم میفته جلو. هارا نگاه کنید بودو بینم اسپان، لازم اسپان بریم برای اسپان دیگه. آها اسپانشو گرفتی ولی نتونستیم بزنیم. خب ریلود هیفایر نیست، بودو بینم داناش بینیم برای بازم اسپان. اینجا گرفتم ولی تیرو نزدم، مردم. نزنی میخوری. این نیست، دو نیست، دو لازم. خب اینجا اومد رفتم بودو بینم نیست، یکی دیگه نیست بره به نازم نیست، بودو بینم نیست همش میسا نیدو بچه انداختم. ریلود شیکو من زدم قشنگ صداشم مطمئنم براتون اومد ولی تیر بر من ریجستر نشد، ولی برام شد اومد. بودو ای بابا شیفایر ریدم واجه اینو خوب در. خب حتی جلوتر ایفکی میشم فقط ببینیم میفته جلو، فقط ببینیم چطوری میزنم. یعنی خب اینجا میزنم لوکاسشو برمیدارم، بعد دیگه لوکاسش بد بود خدا وکیلی، بد نبود من نمیتونستم بزنم باش. حالا میمیرم زود چون اومدن پامونی رو رفتم میزنم نیست بابا. و اینجا یکی دیلم میکشم، یه شاتای الان به این یارو میزنه. اینجا میسخورد و اومدم یا علی نشد، بازم نشد، برو نشد بزن. ریلود میکنیم
نیست. بابا چرا نیست میدم من. بابا دیگه داداش اینو برداشتم دیگه نشون. بچه ها یادم رفت یه چیزی رو بهتون بگم. تو کامنت هر چالشی دارید تو مولتی بتر فرقی نمیکنه بهم بگید، فقط سخت نباشه زیاد که حتی بر بیاد چطوری مثلا اون چالشی رو انجام بدم. و بعد بچه ها لوکاس شخمی رو کشیدم که اصلا اتشمی فقط یه لوله اینا گذاشتم، یه لوله و یه لیزر اینا خیلی میدنم که ریده هستن. حالا گفتم آوانس بهش بدیم. حالا میام اینجا تولگاه رو میکشم، بعد بکم بود یارو اینجا میزنه شدیم 10 و بعد من یکم دیگه AFK میشم فکر کنم، دقیق یادم نمیاد. حالا ببینیم دیگه. فقط میدم AFK میشم همین دوره برای یه دونه میز. اینو بودو بینم اینجا اسمشو میگه اینجا FK شدم بس FK شدم، هرچی میزدم نمیخواد. خدا نت من ریده بود. خب نتم ریده بود و اینو مردم مهلا اومد. خب میام اینجا. حالا این اولین FK دوباره FK میشم ولی بازم میبرم. میفتم خیلی میفته جلو. حالا ببینیم. ببینم اینجا یه هیپ بخور بینم. اینجا اکستراش میکنی که گرفتی یا نتونستی بزنی. نیست مردم. خب اینجا میام بودو باش. اینجا منم اسم رو بگیرم که اینجا قد شد. حالا اومدم علی یاد بزنم که نبودش، ندیدم شاید بود. اینجا شاید نیست. حالا بچه AFK رو میبینید چجوری میره جلو، ولی خب بازم داغ شمیرتون کم نمیاره میدنمش. تو دیدمش اومدم فکر کردم از این میاد که نه همین دور برا فکر کنم FK بشم آجی. آره بچه نگاه همین دور برا یه دونه الان تیر زدم ریجستر نشد، یکی دیگه زدم ریجستر نشد و به اینجا که مردم و این علامتو. و بعد دیدم هنوز من وصلم آقا جان. چی یعنی چی الان؟ بعد اونو زدم. خب اوکی شد. فقط نت من ضعیف بود بابا بنال. اینجا هم یه لگ میگیرم. فقط بچه آخرین کیلو نگاه کنید چطوری من میگیرم، یعنی به خدا یه کیلی میزنم. اینجا از اونجا اومد نمیدونستم میستادم فکر کنم میمیرم اینجا. اینجا مردم شد 16-14. یکی دیگه میزنه شاخ میشه بچه ها 16-14. خب حالا از اونجا منو میزنه. اوکی باریکلا. خب اینجا میاد یه میز دو میز. حالا فقط شاخ رو بچه نگاه نه نشد. حالا تو دیره تا بود من داغ شه من 17-15 برو بینم. بریم سراغ یه اسپان. خب نیستیم فعلا چند تا اینجا در حال ریدودم که منو نتونست ببینیم. نیست فقط شاتون برو این هم از تو. حالا بریم برای یه اسپان دیگه. برو ببینم دادا 16-17. نگاه اسپانو ای جان میایم اینجا یه لگ خوردم. اینجا فقط شاتو نگاه کنید
ریلود اینجا لشتون رفت پشت دمیج یا این بالا بادا بینم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون باشه. لایک کامنت دنبال یادتون نره. خدافظ.